امروز تست رفاقت شناسی داریم و تو بازنده ای توی این بازی. آقا من اصلا قبل ویدیو یه چیزی رو اعلام کنم. هیچ بهونه من نمیخواد. نه آقا نمیخوایم من و یگان حالا امروز بازی که هست اینه که کی رو بهتر میشناسه. یه سری سوالای رندوم میخوایم من میپرسم ببینیم درست جواب میدیم یا نه. ولی قبلش اینو اعلام کنم من و یگان راجع به یه سری موضوعا خیلی کم صحبت میکنیم یا صحبت نمیکنیم. من چون آدم پرحرفی هستم مثلا تا رنگ گل مورد علاقه و بقال سر کوچه هم شاید بدونه. چرا بقال سر کوچه باید رنگ مورد علاقه بدونه؟ یگان چون کلا کم حرفه خب خیلی سخته. یه سری چیزا رو من اصلا نمیدونم. میتونستی بپرسی. من باختم من قبول نمی‌کنم. خب آقا چیزم نداریم ها، زیاد هم نمیتونیم فکر کنیم. برون خب این تخته خیلی بزرگه فکرم چیزا اشتباهی انتخاب کردم. بگو رنگ مورد علاقه. بالا خودم بنویسم یا پایین خودم؟ مثل من بنویسم بالا بنویس یگانه، پایین بنویس بیتا. بالا یگانه. من نوشتم. خب ببینم. من تو رو اشتباه نوشتم. ببین تموم دنیا میدونن که من رنگ مورد علاقم سفیده. هر کی منو میشناسه میدونه. یعنی دیگه ساده ترین سوالو نتونستی جواب بدی. این بالا امتیازامو بیاد لطفا. من گوشم میزنم. غذای مورد علاقه. بالا بدونم. آخه من خودم غذای مورد علاقه خاصی ندارم. من نوشتم. اینجوری رفیقاتون میشه. رنگ مورد علاقه خونه من چه رنگیه؟ مثلا 24 ساعت پیجم، خونم، لباسام همه سفیده. من همیشه میگم رنگ گل مورد علاقه، همیشه میگم گل چه رنگی دوست دارم. من اینو رندوم مینویسم چون واقعا نمیدونم. برو بابا چرت و پرت نوشتی. زرش بالا با مرغ. من اصلا کلا از وقتی که تو زرش برام درست کردی زرش میخوام. از پیش سوالا من زرش بالا با مرغ دوست دارم. رفاقتم پا میده. خودتو چی تو نوشتی؟ اشتباه نوشتی. من که پاستا تو زرش بالا با مرغ. تو به من نمیگفتی یه تایم من انقدر پاستا میخورم. خب چرا پاستا یه تایم پاستا میخوردم. یه تایم پاستا میخورم چرا تو به چیز غذا مورد علاقه دارم. تو این حرفو زده بودی. گفتی من عاشق پاستا. فیوریت. ببین ما راجع به غذای مورد علاقه همه میدونن من عاشق زرش بالا با مرغ. همین الان زنگ بزن به غذا بگو فیوریت غذا چیه میگه زرش بالا با مرغ. ولی من یادم بهت یه بار گفتم غذای مورد علاقه تو چیه؟ گفتم من که پاستا میدونی. بعد گفتی منم پاستام. یه تایم مثلا من انقدر پاستا میخوردم منم مسخره میکردم. یه تایمی خیلی پاستا میخورم. برای غذای مورد علاقه‌ام زرش بالا با مرغ. بحث نکن. دو تاشو صفر بده ریدیم. پاستا دیگه همه میدونم. من اصلا نمیگفتم. به خدا نه راست میگی. خیلی به من این حرفا من فراموش میکنم. زرش بالا با مرغ من یه هفته است بچه‌ها میخورم. راست میگی. نمیدونم چجوری فکر کردم من غذا مورد علاقه‌ام زرش بالا. آخه چون همش مرغ میخوری گفتم شاید. سلبریتی کراش خارجی. اون یکی رو که میدونیم شب راجعش حرف زدیم. اون یکی دیگه بنویس. خارجی ها ایرانی ها رو میدونیم. دیشب حرف زدیم راجعش. بنویس. اسم طرف خود نمیدونم. اسم طرف رو نمیدونم. کاری بگی یه جوری بهم برسون. اوکی. قبولم. کی نوشتی؟ تو کی نوشتی؟ لیمینو رو دوست داری؟ نه؟ اسکال! خدایا چرا من لیمینو رو دوست داشته باشم؟ میشه میگی من غزال! غزاله. دیدی
بهت میگم بلد نیستی. چی نوشتی؟ من هنری کویل، عاشق هنری کویلم. اصلا یک بارم اسمشو خب همون دیگه چون نشیدم. اسمشو نه، ولی غزال میدونه من اینو. من من نوشتم چی اون سلبریتی نیست، اون خواننده است. اسکل ببخشید خواننده سلبریتی بازیگر. این چی نوشتی برام؟ اون 300 اون بازیگر که تو 361 روزه. گفتم اون نه، چون اونو دیشب راجعش حرف زدیم. گفتم اون دقیقا اون به اونم دوست داری دیگه. نه اون قبول، چون دیشب بهت گفتم ریدی. از قبل میدونستم دیگه اونه. دیشب بهت گفتم زینو به 1000 بار من زینو گفته بودی. آره میدونستم. همه چی رو راجع من میدونه، فراموش میکنه. من یاد میگم فراموش میکنم. خب تو اشتباه، من واقعا خود دوست دارم. من تا حالا اسم لیمیتون رو آوردم جلو تو. نه با غزال اشتباه گرفتم. بگو بگو سوال بعدی. ببین یه کشور هست دوست داری بری اونجا زندگی کنی، خب ولی یه کشور هست که مثلا وایبشو خیلی دوست داری و دریم توریه برات، اون چه کشوریه؟ برای من راجعش صحبت کرد. ما راجع به خیلی صحبت کردیم. من گفتم یادم نمیاد. بنویس کشور مورد علاقه. خیلی ریز پاک کردم. خب نشون بده. خب تو میگی کشور مورد علاقه. خب نه من کشور مورد علاقه آمریکا نیست. کجاست؟ سوئیس. تو کی؟ من درست نوشتم نوشت؟ تو کی اسم سوئیس؟ خب عزیزم تو نپرسیدی از من. آقا خب تو همیشه میگی من عشق آمریکا نیویورک رفتن، ولی نه اینکه مثلا کشور مورد نه. من سوئیس رو ترجیح میدم. خب چرا اگه کشور مورد علاقت نیست نمیری؟ سوئیس سخیر میکنه. من نمیدونم باشه. خواننده مورد علاقه، اون خواننده که میگی که مثلا اگه تا آخرمون بتونم فقط اونو گوش میدم، یه خواننده مجبور باش تا آخر اونو گوش بدی. اینو من میگم به خدا اینو گفتین چون راجش بزنی زیرش بگی این نیست کلتو میکوبم به در و دیوار، چون راجبش بحث کردیم. گفتم اگه یه خواننده باشه کلا بتونی گوشش کنی تا آخرمون. آفرین. شادمه فرض فرضی نوشتیم؟ خب من تطلب درست نوشتیم. من امتیاز میگیم دوستایی؟ آره دیگه. خب برند مورد علاقه. الان اشتباه می‌نویسی. اصلا الان می‌نویسی مثلا دیفکتو. آخه تو 3 سال پیش مثلا یه دونه تام از دیفکتو گرفتی، من مطمئنم. درست ببین شانل لورست 2 تا می‌نویسه. چون من همیشه دو خب کم تون باید نکنم ببینم چی ها این دو قسمتی. اولین باری که همو دیدیم کجا بود و من چی تنم بود؟ به خدا اگه یادم بیاد. بنویس به من یادم چی تنت بود. من اینجوریم که بچه‌ها، من اینجوریم که واسه بار اول به هیچ دیتیلی از طرف مقابل توجهی نمی‌کنم باشه. چون میگم شاید این طرف مهم نیست واسه من تو زندگی، چرا باید بشه اهمیت بعدا اگه مهم بشه. آقا تو پایین آسانسور پریمیر همو دیدیم اومده بودی دنبالمون. آره منم نوشتم آفیس. آره خب غیرش نه. حالا دیگه برو بابا. تو تاپ آبی تنت بود با جین، من تاپ سبز تنم بود با شلوار کرم. تو چی نوشتی؟ نوشتم دامن و غیره. مال خودت نوشتی؟ مال خودم نمیاد. هیچی تنم بود. نه اشتباه نوشتی. من تاپ آبی ندارم. چرا تاپ آبی تنت بود؟ بعد تاپ هم خیلی لختی بود، مثلا پشتش و اینا باز بود. من تاپ آبی این شکلی که من گفتم اوه چه آفیسیه. مردم چه شکلی اشتباه نوشتی خانم. نه خیلی درسته. نه من تاپ آبی پشتار ندارم. من نمیدونم شاید آبی پررنگ بود ولی آبی توناژ آبی بود. پشتش باز نبود. لختی بود. منظورم میگه لختی بود. مشکی بوده. نه مشکی نبود، آبی سرمه‌ای رنگ توناژ آبی داشتش. مشکی نبود. دروغ میگه. نه خیلی داره اشتباه میکنه. فوبیا.
ارتفاع فضای بسته. من نوشتم آسانسور فضای بسته. ارتفاع. خیلی دوستان بدونم فوبیای بچه ها چیه. بچه ها فوبیاتون لطفا کامنت کنید ما بدونیم. چون خیلی از فوبیا هست مثلا آره خیلی فوبیا عجیب غریب. یکی هست نمیدونم اسم چیزی هم داره. مثلا یکی از فوبیای حلقه داره. فوبیای دایره. ها دقیقاً اتفاقا خواستن یه گلی هست که دایره منم اونو میبینم یه جوری میشم ولی نه فوبیا نیست که مثلا میخوام یا ها ولی آره اونو من شنیده بودم. دریم جاب تو بگو. برگردم دیگه من منظور رو رسوندم دیگه حالا نمیدونم بهش چی میگن. خب بفرمایید. شما که طراح لباس من میدونم. چی زدی؟ برو بابا تو کی راجع به این با من حرف زده بودی؟ از من رشتم چیه؟ داروخونه. من بزرگترین آرزو دریم جاب من چیه؟ دوستم به همیشه میگم که دوستم و داروخونه دوست ندارم. از بعدا اومدم پیش رو میگفتم دلم میخواد بتونم شرکت دارویی خودم بزنم با مسئولات دارو چرا به مسئول پوستی خودم. هزار همه میدونن اینو. به خدا اینو دیگه همه شما میدونستین والله میدونستین. داروخونه نمیخوای داشته باشی؟ کسافت. وای خدای من باور میگم داروخونه دار. میگم رشتم چیه؟ داروخونه. شغلم چیه؟ داروخونه دار. وای. سرگرمی مورد علاقه‌م چیه؟ سرگرمی منظورت چیه سرگرمی؟ آقا سرگرمی دیگه. ویکند نبودم خواهد چجوری مثلا بکنم. چی دادی؟ پارتی رفتن و دوره هم جمع شدن با دوستان. آفرین من هم زدم هنگاوت با دوستان. شما چی نوشتین مال خودتون؟ آهنگ گوش دادن فیلم دیدن. منم زدم خونه فیلم. خونه نه. ویکند آخه کسی خونه داشت نمیخوام. مثلا من دارم میخواد بسم بیام با شما. ها کنسرتی که خیلی دلم میخواد برم آرزو دارم. با بنویسه خدا خوشم. خارجی؟ به کنسرت یک فرد خارجی؟ بنویس. چا من یادم نمیمونه. از این یگان ازم من فهمیدم هیچ اهمیتی به حرفام نمیده به خدا. اصلا به تو به هیچ کسی برفا هیچ کسی ازم من فهمیدم تموم این تایمای دوستیمون هیچ اهمیتی به من سلایقم هیچی نمیده. غذای مورد علاقه‌مو نمیدونه، رنگ مورد علاقه‌مو نمیدونه، خواننده مورد علاقه‌مو نمیدونه، رشته تحصیلیمو نمیدونه. خب گفتم دیگه بعد شوق چه دوست داری داروخونه دار. نشون بده. ریدی با. چرا تو چیه؟ تو چیه؟ عدل؟ بعد بابا نرسیزه من ویکند. تو غلط کرد. تو همیشه میگی من آرزومه برم کنسرت همایون. گفتی کسی که آرزو داری. خب اینجوری من میشستم تتلو مثلا. من عدل واسم خیلی خوبه. من قبول نمی‌کنم. نه تو 24 ساعت میگی من آرزومه برم کنسرت. آرزوم کی گفته آرزومه؟ آرزو اصلا خب میرم کنسرت. خب نرفتی هنوز دیگه. دوست منظورم همین کنسرت. من یه بار بحث همین غلط کردی. قبول نمی‌کنم. بابا منم قبول نمی‌کنم. همایونه. نه عادل. ویکندا که همه میدونن. همه میدونن من عدلو چقدر دوست دارم. ولی هیچ وقت اسمشو نیاوردی. بابا یه بار فقط بودی که کنسرت
سیوان داشت پخش میشد راجش بحث آره. گفتم من عدل فقط. نه ببین دقیقا همیشه اون دفعه با هم داشتیم صحبت میکردیم، گفتم من 2 تا کنسرت آرزومه برم خیلی. یکی ویکند با کسی که دوستش دارم، تا گفتم با کی، یکی هم با کیشو نگفت. چرا نگفتم، یکی هم داروش با بابام. اینو نشنیدی از زبونم؟ میگم همیشه دوستم داروش اینو همیشه میگم آقا من چون بابام عاشق داروش هستم، به خاطر داروش اسمم گذاشته بیتا، همیشه میگم آرزومه این کنسرت داروشو با بابامم. یکی بیتا داروش با داروش داره. بیتا آلبوم گل بیتا داروش دیگه، یه آهنگم داره لالاییه. لالایی بخواب بیتا. نرش کن. آقا این 2 تا کنسرت رو من همیشه میگم. منم اینو گفته بودم دقیقا. اصلا اینایی که گفتی اصلا با این جوزش. نه برو. بعد تو هم گفتم تو چطور؟ تو گفتی من همایون. نه خیلی من یادم دقیقا من گفتم عدل. اوکی 2 تامون امتیاز نمیگیریم. میشه گفت چیزی که خیلی روی که میره رو مخت، خط قرمز حالا میشه حتی، یا یه چیزی که رو طرف خیلی سریع میره رو مخت. این چی؟ خط قرمز با اینکه یه چیزی سریع بره رو مخت فرق میکنه. مثلا تو الان پاشی آپورت بکشی رو مخ من نه ولی همون خط چیزه. قرمز نه خط قرمزی که نسبت به آدما داری منظورم. نه نه میدونم. برای تو نوشتم پرتوقع بودن و انتقاد پذیر نبودن. میدونم این 2 تا خیلی میره رو مخه. خط قرمزه. برای خودم نوشتم دروغ و بی‌حرمتی. چی نوشتی؟ الان مثلا ببینم چی نوشتی؟ من ماتو درست نوشتم. نوشتی دروغ گفتن، رازدار نبودن. واقعا من فکر می‌کردم چیزه. آره اون مثلا پرتوقع بودن خیلی رو مخم میره. خب بس قبول میکنم. آره قبول. چون واقعا پرتوقع بودن و انتقاد پذیر نبودن هم خیلی میره رو مخت. آره. میدونم. پس من خودشو بهتر از خودش میشناسم. ولی خب اولویت هم دروغ نگفتن است. یعنی یکی بهم دروغ بگه بعدم بفهمم که دروغ گفته، حتی طرفو میذارم کنار این مخم. دروغ نگیم. من دروغ نگین لطفا بچه‌ها، ما میفهمیم به خدا. ما خر نیستیم بابا، میفهمیم. واقعا آخه ببین من به روتون چیزه دروغ وقتی یکی بهم میگه، بعد چون الان یکم اوورتینکی هم هستم اینجوری نیستم میگم اوکی حالا یه بار دروغ گفته، قشنگ اینجوری میره تو، مثلا یکی دروغ بگه بعدم بفهمم این میره تو مخم، پس چه دروغایی دیگه میتونه دروغای گفته دقیقاً باشه و من نمیدونستم. همین کلا اون رابطه به چیز میشه. خب اگه میتونستی به گذشته سفر کنی کدوم تایم تاریخ رو دوست داشتی؟ حالا چه ایران چه هر جای دنیا دوست داشتی؟ بری یه تایم ببینی. میتونم عدد بگم مثلا تایم مثلا 10 سالگی تا 12 سالگی مثلا. منظورم تایم گذشته است. ها اوکی. فکرم زندگی خودتون. خب نوشتی تو رو نوشتم هخامنش. منم میدونی دیگه اون تایم انگلیس که لباسای پرنسسی و کاخ و لرد و نمیدونم اینا بوده. برای من درست میشه به انگلستان قدیم؟ فکرم نوشتی افغانستان. خدا نشه هخامنشیان و یونان قدیم. آره اینو راجعش صحبت آره قبلا راجعش صحبت کردیم. یکی از صحبتامون یادت میاد. چون جدیده اگه جدیدم نمیخوام بیارم. یگان بعد غذا به یکان میگه ماهی گلی و ناراحت میشه. خب از من بردم. من قبول ندارم. تو سوالایی که خودت بلد بودی یا نوشتی؟ من چه ربطی داره؟ خب تو الان 4 تا سوال بپرس. من چه میدونم یه سوالی که فکر می‌کردم نوشتم. تو 4 تا سوال بپرس. سریال مورد علاقه. اوکی. خب عوضی اینو صبح راجع به صحبت کردی، سریال مورد علاقه‌مو بهت گفتم. دیگه اونا رو که من والا یادم نمیاد تو چیوا گفتی. بریم بسکنم. خدا نه چیز خیلی بی ربط مثلا یه ترانه از زندان. مطمئنه اینو قبلا بهت گفتم. مطمئنه.
زورم خواستم بهت بگم قبلا گفتم اینو من به ولی نگفتم که یادت نیاد. برگردون دیگه واستا بودو. گاسیپیر نیست، فرندز نیست، مانی هایست و بریکینگ بد و گیم آف ترونز و اینجور چیزا نیست. لاست و چی دیگه سریال داریم؟ ایرانی ببین شبای بد الان به خدا نمیشه قهوه تن. مرد هزار چهره. اصلا ایده ای ندارم، اصلا چیزی نمیاد تو ذهنم. سریال مورد علاقم چی؟ کره‌ای که نیست. کره‌ایه؟ میگم کره‌ای نیست. نمیدونم چیش امتیاز نمیگیرم. گیم آف ترونز؟ واقعا؟ هیچ وقت بهم نگو. مثلا نمیدونستم گیم آف ترونز رو تا آخر دیدی. وا بابا صحبت کردیم راجبش. همون که نوشتی فرند 9 قشنگ یادمه صحبت کردیم راجبش. میگم من اصلا نمیدونستم گیم آف ترونز رو تا آخر دیدی. والا اون چیزایی که تو نوشتی هم من نمیدونستم، تو تا حالا به من نگفته بودی. فرندز رو نمیدونستی؟ نه فرند اون سوالی که خود پرسیدی چرت و پرتایی که همه پرسیدی. چی رو میده. تو منم اینا رو گفته بودم. غذای مورد علاقه رو علاقه و اینا رو نمیدونستی که عقب افتادی. چرت نگو. خب بازم باختی. آقا یگان مجازاتی که بهش گفتم اون نتونست انجام بده. مایی گلی. بعد تصمیم گرفتیم یه کاری کنیم. توی کامنت ها شما مجازات رو بگین. یه مجازات خیلی بد برای یگان توی ویدیو بعدی مجازات رو ما انجام میدیم. خیلی مسخره است. ویدیو مجازات خیلی بد باشه، خیلی بد باشه تا بفهمه رفیقش یکم بهتر بشناسه. داروخونه دار. بابا میخواد داروخونه دار بشه. خب به من چه؟ میگم اگه داری اسکامین بازی میکنی نه تویسته بابا تازه خدای من اونو قبول ندارم. من اونو قبول نداشتم. تو هیچی قبول، تو باختی. بچه یه مجازات وحشتناک بهش بگیم. بریم اصلا بعد بریم جایی ما بریم حاضر. بای بای بای.